من دشمنمو به 2 گروه تقسیم میکنم. 1 اونایی که اگه تو شرایط دیگه باشون روبرو شم میتونم دوستشون بشم. 2 اونایی که تحت هر شرایطی دشمنم میمونن. این یارو سارپ از گروه دومه. میدونستم یه گندی بالا میاره. درست روز فارغ التحصیلی روتون اسلحه کشید. رئیس یوسف! نه دست نگه داریم، دست نگه داریم. دیوونه. سر پسرم! اگه اون روز مسلح بودم اون دیوونه رو تو حیاط دفن میکردم. خب مرد، میدونی برای چی صدات کردم؟ یه حدسی میزنم. گوش میکنم. رئیس افسانه‌ای ستاد فرماندهی احتمالاً منو برای تیم خودش میخواد. مرد، من کیا رو توی تیمم راه میدم؟ فقط کسایی که تو دانشکده پلیس اول میشن. خب پسرم، مگه تو توی دانشکده اول شدی و من بیخبرم ها؟ نه رئیس، نفر اول سارپ بود، من دوم بودم. یعنی اگه سارپ اون روز اون کارو نمیکرد؟ مرد الان اینجا نبود، درسته. اما قول میدم اگه منو وارد تیمتون کنی یه سینی باقلوا برای سارپ بگیرم. شاید هم دوره این تو زندون که بود هوس کرده باشه. گوش کن پسر، بهت یه فرصت میدم. من میگم 3 ماه، تو 6 ماه در نظر بگیر. اگه تو اون مدت کارایی که ازت خواستم انجام دادی که هیچ، وارد تیمم میشی. اگر نه آخرین صحبتمونه، دیگه از این در نمیتونی بیای تو. بعد دیگه هم هیچ وقت نمیتونی منو ببینی. خوب فهمیدی؟ خیلی ممنون رئیس. حالا برو. سوژه رو گرفتیم، داریم میان. دریافت شد، تمام. ببین نمیخوام هیچ خبرنگاری اونجا باشه، فهمیدی؟ فهمیدم، از در پشتی وارد. در پشتی عالیه. بجنبین دیگه، لفتش ندین. زود باش پسر. بیا داداش بیا. ای داد بیداد، تو از کجا پیدا شد دختر خبرنگار؟ ما خبرنگارا رو دور میزنیم، تو ما رو. آفرین به تو. بده یه جایزه پلیسی بهت بدم. بدش به من. صبر کن. گفتم بدش به من. خیلی خوب، صبر کن، آروم باش. ای بابا بدش. تموم شو. باورم نمیشه. همشو پاک کردی؟ احمق. خوشبختم منم مردم. آها که اینطور مرد. حالا که اینطوری شد دوباره میگیرم، بفرما. نگیر دختر خبرنگار، نگیر. ببین اگه از این آدم عکس بگیری و خبرشو چاپ کنی چی میشه؟ عملیات لو میره. کی دوست داره عملیات لو بره؟ هم دسته این آدم که بیرونن. دیدی؟ میتونیم حرف همو بفهمیم. آها راستی یه چیز دیگه. موهاتو نبند، بذار باز باشن. را بیفتریم. چی؟ چی میگی تو واسه خودت؟ امتحان کن، پشیمون نمیشی. خودت هم میدونی که احمقی. اصلا غلط میکنی نظر میدی. بیچاره شدم، بدبخت شدم. این مرد کیه همه عکسامو پاک کرد؟ حالا کارمو از دست میدم. ای خدا چیکار کنم؟ آخه چیکار کنم؟ بیا تو. منو احضار کردین رئیس؟
موضوع چیه رئیس؟ موضوع دختر خبرنگاری که تو راهروهای اداره گریه میکنه. دختر خبرنگاری که گریه میکنه؟ همه عکساشو پاک کردی. همه عکسای خبری که میخواست کار کنه پاک شده. من فقط عکسایی که مرد، بفرمایید رئیس. اگه فردا پس فردا در مورد ما خبر بدی چاپ کنه چی؟ اون موقع خر بیاره باقالی بار کن. معذرت میخوام. من و تو قرارمون چی بود مرد؟ چرا توجه ها رو به سمت ما جلب میکنی پسر؟ من خودم این مشکل رو حل بهتر میکنم جناب حلش کنی. رئیس. برای آیندت تو اداره بهش نیاز داری. میتونی بدی. چقدرم زرزرو عذاب در اومدی. زودی رفتی شکایت کردی آره؟ میخوای به خاطر 2 تا دونه عکس ما رو از کار بیکار کنی؟ آی تا وقتی این زبونو داری هیچ چیت نمیشه. یه کاری پیدا میکنی. ببین همه عکسای خبری که گرفتم و پاک کردی. حالا جواب سردبیر رو چی بدم؟ واقعا که مطمئنم اخراجم میکنه. مطمئنم. خبر میخوای؟ خیلی خوب اجازه میدم این دفعه رو با من بیای. من هیچی از تو نمیخوام. همین که ازم فاصله بگیری کافیه. اونی که دستگیر کردیم تو بازجویی همه چی رو گفت. یه باند کیف قاپی دارن. قراره یه عملیات انجام بدن. خبرش مثل بمب میترکونه. خلاصه از کارت اخراج نمیشی. حتی ترفیه هم میگیری. دوربینو بذار تو کیفه. بعدش هم یادت نره ما یه دوست دختر دوست پسر خنگیم که واسه تفریح اومد. ای بابا حالا برای چی باید خنگ باشی؟ کی با دوست دخترش برای تفریح میره شهر بازی؟ عمو چطوری؟ خوبم گلم. بفرما دمت بابا گرم. جون. بره. اون 2 نفر رو میبینی؟ هدفمون اونا. فقط ما دوتاییم؟ تنها نیستیم لباس شخصی هم هست. دارن میان زود باش بهت هم دیگه رو برس. بیخود مگه یادت رفته دوست دخترم میان؟ کسی که به اسباب بازی رو شلیک میکنه نمیتونه دوست پسر من باشه. فهمیدی؟ سلام عزیزم. سلام چطوری خوبی؟ بریم عزیزم بریم. کجا میخوایم بریم؟ هی گوش کن ببین چی میگم. اینا که یه مش بچه دبیرستانی هن. تو منو دست انداختی؟ عملیاتی در کار نیست مگه نه؟ اشتباه میکنی. چه باندی؟ چه عملیاتی؟ به هم دروغ گفتی آره؟ لباس شخصی هم این اطراف نیست. منو بازی دادی عوضی آره؟ جواب منو بده. سوژه رافته. بچه ها شروع میکنی. چی میگی؟ ای خدا کیفمون افتاد. پلیس. هی دوربین عکاسی تو در بیار. آی خدا آخه من چرا اینقدر احمقم؟ خیلی خوب. خیلی خوب آروم باش. جفتک ننداز. سلامی اونم بیار اینجا. میخوام عکس بگیرم. بیا دختر خبرنگار. بیا عکسمونو بگیر ببینم. یه نهار به هم بدهکار شدی یا میدونی که کوچه رو پیدا کردم. پس این غذاخوری کجاست؟ همونجا که هستی وایسا. چرا؟ منتظرم باش با هم بریم. مگه تو کجایی؟ درست پشت سرت.
چه خبر؟ اگه میخوای همینطوری به نگاه کردنت ادامه بدی بگو بریم کنار. راهو بستیم. بیا غذاخوری اینجاست. بیا. اهلم خوش اومدی. خیلی ممنون خاله فوزون جونم. این مرته، یکی از دوستان. خوش اومدی پسرم. سلام، خیلی ممنونم. سر پسرم بیاین بشینین. ببین دختر خبرنگار، من املت و تاس کباب و آب دوغیار و اینجور چیزا حالیم نمیشه. من غذای درست حسابی میخوام. نگاش کن به چیا فکر میکنه. خاله فسون چی برامون میاری؟ والا امروز سوپ مخصوص دارم. جونم براتون بگه پلوی خوشمزه دارم و خورشت مخلوطم دارم. نظرت چیه؟ چی بگم والا عالیه. این چه وضع غذا خوردنه؟ یکم یواشتر. تو خوابگاه عادت کردم. قبل از اینکه بشقابمو به قاپه باید جاروش کنم. خوشمزه است. تو خاله فسون از کجا میشناسی؟ بچه که بودم هم محله‌ای بودیم. پسرش صاحب دوست صمیمیم بود. خب بعدش خونه بودم چون به خونه عوض کردن عادت داشتن رفتیم یه جای دیگه. اما وقتی به خاطر دانشگاه برگشتم استانبول دوباره همدیگه رو دیدیم. فهمیدم، ولی خانوادت چرا به خونه عوض کردن عادت داشتن؟ اینجوری هن دیگه. زیاد خوششون نمیاد یه مدت طولانی یه جا بمونن. یه جوری زندگی میکنن انگار فردایی نیست. البته من دختر اونا نیستم. یعنی یه جورایی مثل دوستاشونم. منو دوست خودشون میدونن. خیلی خوبه که دیگه چی میخوای؟ یه خونواده میخوام. بذار بچه غذاشو بخوره. آخه خاله فسون ایشون که اصلا غذا نمیخوره. رسما با غذاش کشتی میگیره. چطوره غذا رو پسندیدی؟ خاله فسون همینقدر بگم من دستپخت مادر نمیدونم چیه، ولی امروز اینجا تجربهش کردم. دستتون درد نکنه. نوش جونت. شما یه جا کار میکنیم؟ تو هم خبرنگاری؟ نه من پلیسم. ببینم حرف بدی زدم؟ نه پسرم حرف بدی نزدی. منم یه پسر دارم. اونم قرار بود پلیس بشه. یاد اون افتادم. خب دیگه کامتون رو تلخ نکنم. غذاتون رو میل کنیم. قضیهش چیه؟ الان ولش کن. تعریف کن. کنجکاو شدم. یادته گفتم یه پسر به اسم سارپ داره؟ آره همون که دوست بچگیت بود. قرار بود از دانشکده پلیس فارغ التحصیل بشه که اخراج شد. اونم نتونست هضمش کنه. روز مراسم روی رئیسش اسلحه کشید. رئیس یوسفو که میشناسی. رئیس یوسف ما؟ آره همون. بعدش هم 12 ماه تو زندان بود. حالا هم با یه آدمای عجیب غریبی میگرده. یعنی چی عجیب غریب؟ آدمای سیبیل کلفت. ببینم بچه دیگه ای نداره؟ آره یه پسر دیگه داشت به اسم امید. وقتی کوچیک بوده دزدیدنش. خب بعدش چی شد؟ پلیس پیراهن خونیش رو آورده خونه. چی داری میگی؟ عجب سرنوشتی. خاله فسون چقدر قصه خورده. ببینم شوهری چیزی نداره؟ همه اینا رو تک و تنها تحمل کرده؟ اصلا وارد اون موضوع نشو. از وقتی شناختمش تنها بوده. ولی خاله فسون قوی ترین زنیه که تا حالا دیدم. آقا شما دستمال میخرین؟ خانم شما دستمال میخواد؟
آره مطمئنم اینطوری بهتره. آقا دستمال نه میخرید؟ ممنون عزیزم. نمیخوام. شما بخرین دیگه. شما دستمال میخواین خانم؟ آقا دستمال میخرین؟ تو رو خدا یه دونه بخرین. خواهش میکنم فقط یه دونه. انگار هیچ پس کدومش بریم. دستمال نمیخوام. بیا بریم. میدونی چرا اینا دستمال نمیخرن؟ چرا؟ چون اینا هیچ کدومشون گریه نمیکنن. آفرین دختر. این چیه پسر؟ ها؟ پول رو قایم کردی ها؟ همش همینه آقا. بریز بیرون. آقا به خدا همینه. گفتم بریز بیرون. همش همینه. اینجا بینم. به خدا همش همینه. کفشتو داره. جورابت هم داره. آقا باور کن به خدا همش همینه. گفتم درش بیا. اون یکی هم در بیا. پس همش همین میداره؟ پس این چیه؟ میخواستی چی کارش کنی؟ راستشو بگی نمیزنمت. میخواستم برای خودم ساندویچ بخرم. خسته شدم از پس نون خالی خوردم. آفرین پسر، رو راستی. من کتکت نمیزنم ولی رئیس میزنه. چی کار میکنی؟ این چیه؟ هیچی، عادت بچگیمه. رفته بودی تو فکر را؟ خب وقتی سرگذشت خاله فسونو گفتی منم یاد گذشته افتادم. دمش گرم، از پا نیفتاده. صورت حسابو میاری خاله فسون؟ صبر کن ببینم. نهار مهمونه من یادت رفته بهت بدهکار بودم. چه بدهکاری؟ دست بردار. ای بابا بذار تو جیبت. حساب نداریم، بی خود دعوا نکنیم. مگه میشه خاله فسون؟ اون همه غذا خورده. دفعه بعد پول میدیم. باشه خیلی ممنونم. من باید برگردم سر کار. میای با هم بریم؟ طرفای اداره شماست. بله جناب رئیس. بله اونجا رو میشناسم. فهمیدم. الان میام رئیس. باید بری؟ آره. دختر خبرنگار، بابت نهار ممنونم. قابلی نداشت. باشه میبینمت. خداحافظ. رئیس زود باش، سوار شو. عکسای تمام قد تو روزنامه ها چاپ شده. منظورتون حادثه شهربازیه؟ خیلی بد شد رئیس. با یه تیر دونشون زدی. خوشم اومد. هم باندو متلاشی کردی، هم میونمونو با روزنامه ها درست کردی.
اگه هنوزم بخوای میتونم تو رو تو تیمم قبول کنم. اختیار دارین رئیس، باعث افتخارمه. پس افتخار کن. میخوام ببرمت یه جایی. کجا؟ سوال پرسیدن نداریم دیگه، سوال 20 سال، فهمیدی؟ اطاعت میشه. آقا دستمال میخریم؟ عاقبتش همینه، فهمیدی؟ حالا امشب گم شو بیرون بخواب تا عقلت بیاد سر جاش. تکون بخورده. اره زود باش پول رو رد کن بیاد. بده، عقلتون سر جاش اومد. چی کار میکنی؟ من که گریه نمی کنم. میتونم قطرهای بارون رو پاک میکنم. تو کی هستی؟ از تازه واردا. اسمت چیه؟ اسممو میخوای چی کار؟ مثلا یه فرشته. بیا بگیرش دیگه. قایمش کن، به هیچ کس هم نده، باشه؟ قول میدم. تو قبلا کسی به اسم جلال کبابچی شنیدی؟ مگه میشه نشنیده باشم رئیس؟ میتونم بگم وقتی تو دانشکده بودم زندگی نامش رو حفظ شدم. خوبه؟ بچه اونا رو بچرخون. زود باش، نزار بسوزن. خسته نباشین. ممنونم. گرسنتونه براتون کباب مخصوص بزنم؟ اگه غذا جلومون پای میره بابا. پس عمر رو پیدا نکردی؟ نه، جایی نمونده که نگشته باشیم. مستان چیکار کرد؟ اونم هنوز داره میگرده. داشتم با خودم فکر میکردم نکنه این عمر فرار کرده رفته خارج. بابا نظرت چیه؟ نظرم چیه؟ نظرم اینه که دیگه این کارو بعد ول کنی ریش قرمز. ولی بابا باید اون کثافت رو پیدا کنیم. باید ازش حساب پس بگیریم بابا. ریش قرمز بفرما. اون کارو بسپرش به من، تو بکش کنار. هر جور شما هم کنی بابا. فقط جلوی شما خیلی شرمنده شدم. اخ نکن، دلم میگیره. بیا 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 دهنتو واکن واکن. تو هم واکن. دم شما کرد.
میریم دنبال این مرتیکه. آقا جلال و ریش قرمز اونجا، اون پسری که اون روز دیدیم اونم هست. خوبه پس شروع میکنیم. آقا چیو شروع میکنیم؟ دیگه هرچی میخواد بشه میزنیم به سیم آخر. 3 تاشونو یه جا گیر آوردیم، نباید این فرصت از دست داد. آقا عمر منظورتون اینه که جلال کبابچی تو مغازه خودش بکشیم؟ اشتباه که متوجه مگه نشدم. چاره دیگه یه مونده پسر؟ یا اونا منو میکشن یا من اونا رو. آقا آخه اگه بریم تو دخلمونو میارن، هرچی باشه کله گنده مافیاست. تو با من بیا کاری نباشه، ببین چه جوری کله گندشو له میکنم. بذار شب بشه میریم دنبالش. جلال! تو کی هستی کثافت؟ بذار اینا بگن. آقا چجوری این کارو کردی؟ اگیت بچه خوبی باشون تفنگو بده. شما برید، زود باشین. شما هم برین، احتیاجی نیست. امروز روز خودت بپز و خودت بخوره. پاشو پیرمرد، بیا لابد الان ته دلت میگی کاشکی وقتی پیغام فرستاد آشتی میکردم، مگه نه؟ ببین پیرمرد، من این گلوله رو فقط تو مغز تو شلیک نمی کنم، این گلوله رو به تاریخ شلیک میکنم. تو تاریخ مینویسن. عمر پسر جون، یکم دیگه ته دلت میگی ای کاش انقدر تون نمیرفتم. هنوز خیلی چیز هست که باید یاد بگیری بچه. هی چطور شده؟ بذار خلاصه بار برات توضیح بدم. خب ما طرف و اینطوری قشنگ با پای خودش آروم آروم میاریم پیش خودمون. خب محموله رو صحیح و سالم آوردین تحویل دادین. دوستان زنده باشین، دمتون گرم. حالا هرچی ازم میخواین بهم بگین. بیارش پایین مرتیکه، بیارش پایین. مگه نمیشنوی؟ اسلحه رو بیار پایین. چی شد پس؟ مینیک اینا رو بگیر، وسیلمو بیار. حالا انقدر با این میزنمه تا بمیری عمر. تو تاریخ جغرافی هم هیچی نمی نویسن. پسر اون صندلی رو بده، خسته شدم. خب شاید یه روزی جوونای محله مینیک اسم این چی بود؟ ویلیاز بابا.
زنده باشی. موقع بیلیارد بازی کردن وقتی منتظر نوبتشونن برای اینکه حالا وقتی هم بگذره دارن حرف میزنن میگن میدونین جلال کبابچی با وسیله کوبیدن گوش زد یه نفر کشت. حتی اسمت هم نمیارن. هیچ کس تو رو به خاطر نمیاره پسر. خب بچه ها شما ها میتونید برید. ما رو با هم تنها بذارید. اینجا محل کار کسیه که هدف ماست. هدفمون؟ جلال کبابچی. چندین سال شب و روز خواب و خوراکم این آدمه. خواستم تو هم از نزدیک ببینیش و بشناسیش. رئیس بیا بریم. تو با من بیا تو. بابا جلال قربونت برم اشتباه کردم ببخش. ریش قرمز در رو ببند. رو چشم بابا. بابا جلال. جلال خیر باشه. چه خبر اینجا؟ اوه رئیس خوش اومدی. صفا آوردی. بهت گفتم اینجا چه خبره. خب خودش بگه. جریان چیه؟ چیزی نیست. داشتیم در مورد کار حرف میزنیم. در مورد کار اینطوری صحبت میکنی؟ زانو میزنی و التماس میکنی؟ بدهی بالا آورده. التماس بابا رو میکرد که کمکش کنه. مگه نه رفیق؟ بله دقیقا همینطوره. بذار تو رو با رئیس جمهور مشهور آگاهی آشنا کنم. ای بابا شما هم دیگر رو میشناختین مگه نه؟ خوبه. حالا برگشتی به اصل واقعی خودت. درون و بیرونت هر دو یکی شده. قرار بود درون و بیرون تو هم یکی بشه. برو به جون مادرم دعا کن. حواست باشه چی از دهنت میاد بیرون. تو این قضیه دخالت نکن وگرنه رو من مسلحه میکشی همکار. من تا حالا آزارم به یه مورچم نرسیده. اگه اسلحه کشیدم سزاوار اسلحه کشیدم بود. خودشم خوب میدونه. رئیس جان چی از جون این آدم میخوای؟ زندگیشو تباه کردی بازم کافی نیست؟ معلومه الکی تباه نکردم. ببین تو اولین فرصت خودشو رسونده اینجا. فکر نمی کنم برای کباب خوردن اومده باشه اینجا. که چی؟ نکنه میخوای از اینجا هم بیرونم کنی؟ هنوز یاد نگرفتی که با مأمور قانون چطور باید صحبت کنی پسر. خودم بهت یاد میدم. تو هم با ما میای. شاید یه حرفایی هست که نمیتونی اینجا بزنی ها؟ تنها که شدیم تعریف میکنی. باشه رئیس میام. نوکرت هم هستم. بابا چی کار کنه؟ همه که خوب نگاه کنی تا باعث عبرت بشه. نفر اول دانشکده پلیس ساق پیلماز امروز عضو یه باند مافیایی شده. یه چند روز بمون تا عقلت سر جاش بیاد. اگه نیومد اون وقت یه فکری براش میکنی. خیلی کنجکاوم بدونم رئیس. شبا میتونی بخوابی؟ ایلا چی شده دخترم؟ سالپا بردن بازداشتگاه. خدا به دادمون برسه. مرد جان سر و بری چی بازداشتش کردن؟ مرد برگرد سر کارت.
جناب رئیس، تو رو خدا بگین چی شده؟ چی میخواستی بشه زن؟ نمیتونی جلوی بچه‌تو بگیری. خونوادگی بلای جونم شدی. آخه چی شده؟ باز دوباره سارب چی کار کرده؟ سارب کاری نکرده. جناب رئیس گیر داده به پسرتون. به خاطر 2 کلمه حرف انداختش تو بازداشتگاه. دخترم تو کی هستی؟ وکیل ساربم. وکیلش؟ ایشون وکیل مافیا هستن. کثافتکاری‌های جلال کبابچی و ماسمالی میکنه. اگه مراسم معرفی کردن تموم شد میخوام با سارب صحبت کنم سرکار. سرکار نیستم عزیزم، سروانم. عزیزم برو از بازداشت بیارش بیرون. هر کاری میخواین بکنین، فقط دست از سر من بردارین. سرکار درو باز کن. آزادی. بیچاره مادرت چقدر به خاطرت قصه بخوره.